رهبران اوکراین و روسیه و آلمان و فرانسه روز 12 فوریه بعد از 16 ساعت گفتگو در شهر مینسک پایتخت جمهوری بلاروس نقشه خاتمه دادن به مناقشه در شرق اوکراین را امضا کردند. با گفته پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، بر اساس این سند باید سازش آتشبس میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای حکومتی اوکراین روز 15 فوریه به اجرا درآید و تانک و توپخانه‌ها از منطقه‌های درگیری بیرون کشیده شوند. صحبت برنامه امروزه با همکارم برایان ویتمور از مرکز خبری رادیو آزادی است و درباره مناقشه در اوکراین که تاکنون جان بیشتر از 5000 نفر را گرفته است. برایان، اول راجع به نکات اساسی این سازش میگفتی. بر اساس این توافقنامه روز 15 فوریه یعنی شب یکشنبه باید سازش آتشبس به اجرا درآید. مطابق آن باید زون بوفری تشکیل شود. سلاح‌های وزنین را از منطقه‌های درگیری بیرون کشند. منطقه‌های بوفری را باید ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت کنند. تمام رزمندگان خارجی از اوکراین بیرون کرده شوند. حکومت اوکراین مناسبت‌های اقتصادی را باید با ولایت دونیتسک و لوهانسک زیر نظارت جدایی طلبان برقرار کند. بر اساس آن باید در اوکراین اصلاحات کانستیتوسیونی صورت بگیرد و باید همه اسیران و گروگانان آزاد کرده شوند. ولی سوال این است که آیا این توافقات اجرا می شوند یا نه؟ ماه سپتامبر نیز یک سازش آتشبس امضا شد ولی به جای نرسید. اینش چه تفاوت دارد و می تواند ثمر بدهد؟ این یک سوال خوب است. به اندیشه من سببی به جای نرسیدن سازش آتشبس ماه سپتامبر آن است که روسیه نمیخواست این سازش اجرا شود. این مناقشه تا زمان ادامه میکند که روسیه این را میخواهد. سازش آتشبس ماه سپتامبر به جدایی طلبان فرصت داد که تغییر مکان و گروه بندی کنند و به روسیه امکان داد که به اوکراین اسلحه و نیرو وارد نمایند. چرا سازش آتشبس ماه سپتامبر اجرا نشد؟ برای آنکه روسیه نمیخواست که آن اجرا شود. آیا می توانیم انتظار باشیم که سازش نوی آتشبس عملی می شود؟ این مسئله به روسیه وابسته است. اگر بخواهد اجرا می شود. تشکر. برایان ویتمور همکارم از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت می کرد.